هدیه که آدم به عشقش میده به نظرم باید همینقدر جذاب دیزاین بشه و ببین ساخت این بگا از چیزی که فکرشو میکنی خیلی راحت تره. برای ساختش به بگ پلکسی نیاز داریم که گل فروشی‌ها دارن. اگر پیداش نکردی تا پایان ویدیو با من باش. برای راه حل دارم. مرحله اول باید با کاتر وسطش رو در بیاریم. مرحله دوم اسفنج رو به اندازه داخل باکس برش میزنیم و بخشی رو هم برای اینکه هدیه داخلش قرار بگیره ازش جدا میکنیم. مرحله سوم میذاریمش توی آب تا کامل خیس بشه و برای اینکه باکس و هدیه رو خیس نکنه سلفون میپیچیمش. حالا نوبت مرحله چهارم و پایانی یعنی گل‌آراییه. من پشت اسفنج رو بیشتر با برگ پر کردم، جلوی اسفنج رو هم با گل‌های قرمز. کلا انتخاب گل‌ها، رنگشون و دیزاینشون کاملا سلیقه‌ایه. من این ساعت رو برای علی گرفتم، هم برای تولدش هم ولن، و چقدر خوبه که تولدش و ولن نزدیک همه. با یه هدیه کارو جمع کردم و خداییش چه خوشگلم شد. حالا اگه شما بگ پلکسی رو نتونستی پیدا بکنی، از این پاکت ها از لوازم تحریریه بگیر، تزیینش کن، ارزون ترم در میاد و همین قدم جذاب میشه. تا شما این پست رو میفرستی برای دوستت، من برم هدیه همسر جانو بهش بدم.